نویای شومنصور شوم 18 ایون عبدالله غربتی روزنامه‌نگار توجک و همکار دلیر اموملی را نیز به مدت 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. در این باره وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف به پیوندان این ژورنالیست خبر داده است. مقامات غربتی را به حمله به کارمندان میلیشیای نویای شومنصور عیبدار میکنند، ولی به گفته ادوکاتش او در دادگاه این اتهام را بار دیگر رد کرده است. بنا به گزارش رادیو آزادی، نماینده تفتیشات به دادرس گفته است که گویا درباره عبدالله غربتی بعضی معلومات ها دارند. بعد این دادگاه نویای شومنصور قرار حبس ژورنالیست را صادر کرده است. مرافعه های هم عبدالله غربتی و هم دلیر اموملی بیگاه 18 میلیون در شرایط مرموز برگزار شد. مقامات طوری به نظر می رسد از چند حیله کار گرفتند تا که مانع اشتراک پیوندان و خبرنگاران در مرافعه این دو ژورنالیست و بلاگر معروف شوند. بنا به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، وکیل دفاع اول گفته است که مرافعه در بنای تفقیفگاه برگزار می شود، ولی وقتی نزدیکان و روزنامه‌نگاران به نزد این بنا آمدن معلوم شده است که مرافعه دلیر اموملی را در بنای دادگاه شومنصور گذرانیدند. به شنیدن این خبر پیوندان و روزنامه‌نگاران به نزد دادگاه حاضر شدند، اما تا اون وقت الکی مرافعه دلیر اموملی به پایان رسیده او را به ماشین 36 به بازداشتگاه بردند. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف به نقل از مقامات خبر داد که مرافعه عبدالله غربتی در بنای تفقیفگاه میگذرد. پیوندان دو روزنامه‌نگار دستگیر شده و خبرنگاران دوباره به نزد بازداشتگاه آمدند. وکیل دفاع به گفته خودش برای اشتراک در مرافعه به بنای بازداشتگاه درآمد، ولی تا ساعت 20 بیرون نشد. در چند ساعتی که پیوندان روزنامه‌نگاران در نزد بازداشتگاه منتظر مرافعه عبدالله غربتی بودند، چند ماشین 36 از داخل بازداشتگاه برآمده با سرعت از نزد خبرنگاران گذشتند. بعضی خبرنگاران گفتند آنها را فریب داده مرافعه عبدالله را هم در بنای دادگاه شومنصور گذرانیدند. با گذشت 4 روز پیوندان دلیر اموملی و عبدالله غربتی آنها را ندیدند. معلوم نیست که آنها در چه حالند و چرا مسئولان آنها را به پیوندان نشان نمیدهند. این در حالی است که در جامعه الکی آوازه‌های درباره مورد شکنجه قرار گرفتن این دو ژورنالیست از سوی مقامات حفظ حقوق نویای شومنصور میچرخند و تنها دیدار آنها با پیوندانشان میتوانست این سر و صداها را فرو نشاند. دلیر اموملی و عبدالله غربتی روز 15 میلیون دستگیر شدند. بنا به اطلاع دریافتی در پس تعقیب آنها داستان نویای شومنصور پرویز اشوریان سال تولدش 1984 زاده نویای غازی ملک استاده است. پرویز اشوریان پسر وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان و داماد رئیس دادگاه عالی شیر محمد شایان بوده است. سبب اساسی ناراضگی دادستان دو گزارش دلیر اموملی و عبدالله غربتی درباره از طرف مقامات چپه کردن منزل‌های ساکنان محله پنجشیر در کنار دوشنبه بود.